روز 20 ایون روحانی توجیک عبدالرحمن باقی‌زاده در سن 62 از عالم چشم پوشید. دومولو عبدالرحمن را در دهه گلپرور نویه رودکی به خاک سپردند. گفته می شود که دومولو عبدالرحمن قربانی کرونا ویروس شده است. ژورنالیست توجیک اولیم سفالوف در فیسبوک نوشت امروز یکی از دومولوهای خوب و با معرفت، با سواد و انسان دوست و پرهیزگار عبدالرحمن باقی‌زاده در سن 62 دنیای فانی را ترک نمود. در مقابل بیماری که عین زمان اکثر مردم سیاره به ضد آن مبارزه میبرند، تنها 2 هفته ایستادگی کرد و خلاص. چند ساعت پیش او را به خاک سپردیم. در مراسم نماز جنازه دومولو عبدالرحمن در دهه گلپرور، مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده مرحوم را همچون یک شخص خاکسار، حلیم، مهربان، دانشمند و دارای خصلت‌های خمیده انسانی توصیف کرده است. اولیم سفالوف می نویسد همه اهل دهه گلپرور دومولو عبدالرحمن را همچون یک پیر، یک استاد و یک دومولو احترام می‌کردند. 10 نفر از دست ایشان قرآن خوان شدند و سواد دینی گرفتند. امروز برادر ایشان عبدالشریف باقی‌زاده خاورشناس، دانشمند و پژوهشگر علوم اسلامی، مؤلف رساله‌های فقه اسلامی، تفسیر نو قرآن کریم و چندین اثرهای دیگر اسلامی به حساب می رود. می نویسد اولیم سفالوف. و اینچنین از سالهای 90 یادآوری کرده است که وقتی دومولو عبدالرحمن از مردم دعوت میکرد که تا از مراسم‌های به نام اسلامی و در اصل به شریعت اسلامی یگان علاقمندی نداشتند، دست کشند، او را وهابی برآوردند. وقتی در جنازه پدرش با نشان اصلاح شوی را از خود سر کردند، به جنازه خوانها پول نداد. آن سالها به هر یک جنازه خوان پول میدادند و کی چند سو میدهد گویا یک سبقتی بود. مردم نسبت ایشان چه گمانهایی که نکردند و چه سخنهایی که نگفتند، اما بعد زیاده از 10 سال این رسم و رسوم زیادتی توسط قانون به تنظیم درآمد و مردم به یاد آوردند که دومولو عبدالرحمن زیاده از 10 سال پیش در این باره می گفت، اما نه همه او را درست می فهمیدند. نوشته است اولیم سفالوف.